به نام خدا، با سلام و احترام، وقت بخیر، سعادتمندم در خدمتون هستم با دوره آموزشی طبقه بندی اوتیسم با استفاده از یادگیری عمیق. بخوام به صورت خلاصه در واقع این دوره آموزشی رو معرفی بکنم، اولا اینکه مجموعه دیتا ستی که استفاده میکنیم اینجا دیتا ست عبید 2، خیلی دیتا ست معروفی مربوط به اوتیسم هست. در واقع عبید 2 مخفف اوتیسم برین ایمیجینگ دیتا اکسچنج 2 هست که مخفف میشه به عبید 2. بعد این همونطور که از اسمش مشخص هست یه سری تصاویره از یه سری افراد که هم سالم توشون هست، هم اونایی که اوتیسم دارن ازشون تصویر برداری مغزی انجام میگیره و دیتا ست مجموعه یک کلی افراد هست. و تو این دوره آموزشی ابتدای کار ما میپردازیم به اینکه چجوری اصلا این دیتا ست رو شما میتونید دانلود بکنید، نکات لازمش. از ابتدای کار به صورت استپ به استپ پرداختیم به اینکه چجوری میشه دیتا ست رو ایجاد کرد، دانلود کرد و اون فرمتشون، اون فرمت های مخصوص خودش رو داره و تبدیلشون بکنیم به سری ایمیج که بتونیم از یادگیری عمیق به صورت CNN ازش استفاده بکنیم تا بتونیم اونا رو طبقه بندی بکنیم. اوکی؟ پس تسک نهایی، تارگت نهایی ما کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی است که دیتا ست اولی همون دیتا ست عبید 2 هست که از حالا من عرض کردم خدمتون که به صورت کامل توضیح داده میشه که چجوری دیتا ست رو آماده سازی، دانلود و بعدش شروع میکنیم به اینکه یک معماری CNN که Convolutional Neural Network باشه چجوری طراحی بکنیم برای اینکه بتونیم دیتا ستمون رو ترین کنیم. و نکته بعدی که در واقع شاید یه بخش مهمی از کار باشه اینه که چجوری شبکمون رو آپتیمایز بکنیم با یک الگوریتم متاهوریستیکی که حالا اینجا ما انتخاب کردیم که از دیفرنشال اِوولوشن یا الگوریتم بهینه‌سازی تکاملی استفاده میکنیم که به چه شکلی بیاد پارامترها، یعنی این بهینه‌سازی ما به این شکلی که هایپر پارامترهای اون شبکه ما که CNN باشه رو میاد آپتیمایز میکنه. ولی ما به صورت دوتا، یعنی اولش میایم یه CNN طراحی میکنیم و میذاریم ترین میشه که نتایج خیلی قابل قبولی نیست، حالا یه چیز خام اولی است. بعدش میریم توی آپتیمایز کردنش که اینجا کد نویسی می نویسیم که به چه شکلی بیایم این CNNی که طراحی کردیم تا قسمت قبلی رو حالا بیایم با یک الگوریتم متاهوریستیکی این رو آپتیمایز بکنیم. پس یک مجموعه کاملی هست این چیزی که شما در واقع دارین اینجا مشاهده میکنید. اول اینکه من تصاویر رو بهتون نشون بدم. این مهمه نکاتش که چجوری دیتا ست رو دانلود کردیم و درست داخل دو تا پوشه اوتیسم و نورمال ها رو جدا کردیم که اینا هر کدوم خودش در واقع تصاویر. مثلا این تصویری هست که مربوط به فرد شماره مثلا 29006 بوده که شامل اوتیسمیا بوده. دیتا ست رو آماده سازی کردیم توی سایز مشخصی، همشون رو قرار دادیم که کار برای ترین راحت باشه. و همینطور برای افراد نرمال هم همین قضیه رو ما داریم. شما میتونید مثلا یکی از اینا رو به صورت تصادفی اینجا ببینیم، فرد مربوط به افرادی که اوتیسم نداره و همینطور هم که میبینید تصاویر مغزی است. اوکی؟ و ما این رو میدیم به یک شبکه‌ای که حالا اینجا شبکه رو طراحی کردیم. شبکه رو هم به صورت پایه طراحی کردیم، یعنی بدون استفاده از شبکه‌های پری ترین شده اینجا اتفاق افتاده که من لایه ست لایرز رو اگر باز کنم شما میبینید که حالا چند تا پارامتر رو که برای بهینه‌سازی ما بهش میدیم و اینجا ما به صورت پایه میایم یک سری لایه برای کانولوشن CNN ایجاد میکنیم و میریم سراغ بحث بهینه‌سازی که اینجا با DE Differential Evolution میاد
این پارامترها اپتیمایز میشه، هایپر پارامترها، که مثلا یه سری هایپر پارامتر مربوط به خود طراحی همیشه لایه هاست که چیه، مثلا فیلتر سایز، تعداد نرون ها و دراپ ریت که مربوط به پارامترهایی هست که توی دی اینجا مربوط به خود لایه های CNN هست که اینا رو میایم و به صورت کامل ترین میکنیم توی یک لوپی که اگه کد اصلی رو شما باز بکنید، اول از همه دیتا ست یه منیج اولیه صورت میگیره، روش تقسیم بندی میشه به داده های ترین، ولیدیشن و تست، و بعدش میره سراغ این که یه سری پارامتر تنظیم میکنیم و بعدش میریم با دی حالا این در واقع داده‌ای که ایجاد کردیم رو میدیم تو با مجموعه دیتا ست به اضافه پارامز، که این دیتا ست خودش شامل 3 تا در واقع داده های ترین، ولیدیشن، تست هست. میره داخل این پوشه، ترین میشه و بهترین مدلی که ما در واقع بهترین مدل یعنی مدلی که با بهترین پارامترها به دقت ماکسیموم رسیده رو به ما برمیگرده. حالا ترین کردن اینا همونطور که میدونید خیلی طول میکشه. اینجا من حالتی گذاشتم که اگر ترین اتفاق افتاد، یعنی من یه بار ترین کردم و این رو ذخیره کردم یکی از بهترین نتایج رو، که اینجا شما خروجی رو هم میتونید ببینید. حالا هرچند میتونیم اینجا این پروسه ترینش بوده، بذارین بزرگترش بکنم، ببینید این پروسه ترینش بوده که به این شکل حالا با دی هی داره تطبیق پیدا میکنه و هی ترین میکنه و هی خودشو بهتر میکنه. و حالا کانفیوژن ماتریکس هاشو میتونیم با هم دیگه ببینیم. من از همین ببینین این شبکه‌ای که ترین شده، یک بار در واقع ترین اتفاق افتاده و نتیجه ذخیره شده و میتونیم حالا این رو از اینجا بخونیم. من این رو ران میکنم، بذاریم نتایج رو با هم دیگه ببینیم. دیگه ترین الان اتفاق نمیفته چون من یه بار ترینش کردم، چون واقعا زمان خیلی زیادی طول میکشه تا ترین اتفاق بیفته. و الان میتونیم نتایج رو با هم دیگه ببینیم که اینجا ترین هم حتی این چیزی هم که الان با هم دیگه میبینیم یه ترین ساده بوده. شما میتونید وقت بیشتری به این الگوریتم دیفرنشیال اِوولوشن بدید و این بیاد برای شما اپتیمیزیشن بهتری انجام بده و حتی میتونه این نتایجی هم که الان من به دست آوردم با مثلا مکس ایتریشن رو بالا بردن میشه بهش نتایج بهتری دست یافت. این حتی الان که چون ترین هم شده یه بار دیگه میخواد خود شبکه رو لود بکنه زمان زیادی طول میکشه، ولی حالا خود ترینش دیگه ساعت ها، شاید بعضا بیشتر از ساعت هم طول بکشه تا ترین بشه. تا حالا این نتایج رو برامون لود میکنه. دوره آموزش به صورت کامل نزدیک به 2 ساعت هست که عرض کردم از ابتدا تا آخر یک حالت آموزشی خیلی خوب، همین که چجوری داده ها رو آماده سازی کنید، همین که چجوری شبکه‌تون رو طراحی بکنید، همین که چجوری شبکه رو بهینه بکنید و ترکیبش کنید با یک الگوریتم متاهوریستیک. این چیزیه که تقریبا یک 0 تا 100 یک تقریبا حالت پایان نامه خواهد بود این کار، و شما میتونید از این الگو برداری کنید با تغییرات خیلی جزئی میتونید کارتون رو به یک شکل دیگه، حالا یا توی بخش معماری هاش مثلا به جای معماری ساده‌ای که ما CNN استفاده کردیم تغییراتی داده بشه، یا الگوریتم متاهوریستیکش عوض بشه، یا نوع نگاه به اپتیمیزیشنش. میشه هنوز روش کار کرد و این قضیه رو تقویتش کرد و یه مقداری جدیدترش کرد، هرچند به خودی خود هم یه کار کاملی هست. ببینید این نمودار ROC هست که پلات میشه برای نتایجی که داریم و 95.6% روی داده ترین به ما اکوریسی داده و این
این یکی ROC برای داده تست هست که 95.5 هم برای داده های تست. این تقریبا تست و ترینش هم یکسان هست. یه ترین خیلی خوب داشتیم که این اتفاق افتاده. معمولا اختلاف هست بین تست و ترین که این نزدیک به هم اتفاق افتاده و نتایج قابل قبولی هست، یعنی ولی باز هم میشه اینا رو آپتیمایز تر کرد. عرض کردم خدمت. اگر دوست داشتید که این دوره آموزشی رو به صورت کامل ویدیوهاش، کداش، دیتا ستش رو داشته باشید، میتونید با این شماره در تلگرام یا واتساپ با بنده در ارتباط باشید. این هم آدرس کانال تلگرامی بنده هست که میتونید اونجا عضو باشید و شاید بالغ بر 200-250 تا دوره آموزشی من تهیه کردم که میتونید اونجا هم به صورت رایگان هم معرفی آموزش ها هست که میتونید ببینید. موفق و پایدار.